نکاح کردن در بین دو عید جایز است یا نه؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. البته در شریعت اسلامی برای نکاح کردن یگان وقت معین وجود نداره. هر زمانی که انسان اگر بخواد نکاح بکنه میتوانه. یگان وقت برای نکاح کردن محدود نیست، بلکه در بین دو عید نکاح کردن امر مستحب است. در روایت مسلم آمده است که حضرت مادرمون عایشه رضی الله عنها می فرماید تزوجنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی شوال. یعنی حضرت مادرمون عایشه رضی الله عنها می فرماید که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با من در ماه شوال ازدواج کرد. پس در لفظ حدیث آمده است که حضرت مادرمون عایشه می فرماید که در ماه شوال که بین دو عید است، عید رمضان و عید قربان، جناب رسول الله خودش با من ازدواج کرد. پس ما چگونه میگیم که بین دو عید نکاح کردن جایز نیست؟ این گپ هایی که مردم عوام میگن اینها خرافات بیش نیستن. کسایی که اگر ازدواج کردنی باشن بین دو عید است، بعد از عید است، هر زمانی که میتونن خواستن اگر ازدواج بکنن، در این اشکال وجود نداره، بلکه امر مستحب است که در بین دو عید نکاح کرده شود. والله اعلم بالصواب.